قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت، سفر، طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام بینندگان و شنوندگان عزیز، امروز در برنامه ترازوی عمل که در ماه مبارک رمضان هستیم، بنده خواستم همراه شما درباره موضوعهای رمضانی صحبت داشته باشیم تا که این فرصت‌های طلایی همراه برنامه‌های رمضانی باز هم با برکت تر باشد. عزیزان، اگر امروز به تقویم نگاه کرده باشید، میبینیم که امروز الکی 12 ماه رمضان است و چیزی نمانده است، شاید 17 روز، شاید 18 روز، وابسته با دیدن ماه رمضان دیگر من و شما را پدرود میگوید. و خوشا به حال نفرانی که به قدر این ماه رسیدن، فرصت‌های این ماه را غنیمت دانستند و با عبادت و با اصلاح نفس این روزها را سپری میکنند. و متاسفیم برای نفرانی که این ماه را هم مثل ماه‌های دیگر پر از آلودگی و گناه، پر از رقص و سرود، پر از بیهوده‌گویی و بیهوده کردن و بیهوده کاری گذرانیدند و هیچ برکتی نه از این ماه بردن و شاید تا سال آینده پروردگار می‌داند که به بالای سر من و شما چی می آید و آیا تا رمضان دیگر ما هستیم و یا نیستیم. پس امروز میخواهم درباره بعضی از درس‌های اخلاقی، درس‌های وجدانی یا گفتیم اصلاحاتی که ما به قلب و به وجدان خود میتوانیم در این ماه کرده باشیم همراه شما صحبت داشته باشم. و پیش از همه وقتی ما به شعارهای اسلام یا گفتیم فرموده‌های پروردگار، چه از نماز، چه از زکات، چه از حج کردن علل خصوص بر رکن 5 گانه و این چنین تمام دیگر فرموده‌های الله نگاه میکنیم، میبینیم که هر چیزی که پروردگار فرموده است آن محض برای تربیه اخلاقی و نفسی مایان میباشد و هر کاری که پروردگار فرموده است اگر همانطور که الله میخواهد انجام دادیم، هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ عقلی و روانی یک انسانی کاملا متکامل و سالم و صحیح و خوش اخلاق میگردیم. علاوه بر این البته که آخرت و جنت جاودان نصیب مایان میگردد و فقط باید منصفانه با خرد بدون دشمنی نگاه کرد که پروردگار از ما چی میخواهد و چرا میخواهد و ما انجام دهیم چه فایده هایی دارد. علل خصوص به فرض های 5 گانه که چه نماز، چه زکات، چه روزه باشد، چه حج باشد در امتان پیشینه هم بود. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پیش از شما بوده ها هم روزه خودشان را داشتن، میگوید پروردگار ما هم روزه خودمون را داریم، آنها هم زکات خود را داشتن، نماز خود را داشتن، اما به شکل مختلف بود.
با مقصد یگانه رضایت پروردگار رو به دست آوردن، اما شکل‌های آن مختلف بود. و اینجا ببخشید درس‌های هم که ما از روزه‌داری میگیریم و اصلاحات نفس و قلب و وجدانی که دیگه همشون زیر یک چیز است، یا گفتیم شخصیت خود در روزه میکنیم، شاید در دیگر عبادت ها این گونه اصلاحات رو ما به دست آورده نتوانیم. و ببینید اگر اولین چیزی که به روزه نگاه میکنیم، خود پروردگار هم میگوید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون تا اینکه شما پرهیزگار باشید، تا اینکه شما به پروردگار با عملهایتان نزدیک شوید، تا اینکه از جمله تقواداران گردید. ببینید ما وقتی روزه می‌داریم، اون چیزی که برای ما حلال است، چه از خوردن باشد، چه از نوشیدن باشد، چه از نزدیکی به همسر باشد، برای خود حرام میکنیم. یعنی خوردن و نوشیدنی که برای ما حلال است، یا همبستری با همسر که حلال است، برای خود حرام میکنیم. و خاطر اون که پروردگار به ما امر کرد که شمایان از صبح تا شام این حلال کرده های مرا برای خود حرام کنید و نزدیکی نکنید. پس انسانی که اون چیزی که حلال است به خاطر الله میتواند برای خود حرام کند، چون پروردگار فرموده است او میتواند به آسانی از حرام کرده های الله دست بکشد. او به آسانی میتواند آن چیزی که حرام است به آن نزدیکی نکند. تو به خاطر الله به آن چیزی که حلال بود توانستی که نزدیکی نکنی، از خوردنی های حلال، از نوشیدنی های حلال، از رابطه های همسری که حلال است. پس البته در غیر رمضان هم میتوانی از آن چیزی که پروردگار حرام کرده است، چه از مواد مخدر باشد، چه از موادهای مست کننده باشد، چه از آن چیزی که به بسم الله کشته شده باشد، چه هر چیزی که در داخلش از گوشت خوک یا اینکه یکی از موادهایی که در داخلش از یکی از مشتقات خوک است از آن باشد. یعنی انسان هایی که رمضان را در حقیقت به خاطر الله گرفتند و از حلال های پروردگار دوری جستند، آنها به آسانی از حرام های الله چی در رمضان چی در غیر رمضان هم می توانند دست بکشند. و گویا که با فرض کردن روزه، با فرض کردن اینکه شمایان از حلال کرده های من دور باشید، پروردگار می خواهد به ما اثبات کند که ای انسانی که میگویی نه من نمیتوانم از سیگار دست کشم، نه من نمیتوانم بدون مواد مخدر یا مواد مست کننده زندگی کنم، نه من نمیتوانم بدون شیرینی ها که اکثریتش در روسیه یا در غرب میدونه در داخلش یا ژلاتین دارد یا یکی از چیزهای مشکوک دارد دست بکشم. نه تو در رمضان از نان حلال دست کشیدی، از نوشابه های حلال دست کشیدی، چطور نمیتوانی از این حرام ها دست بکشی؟ یعنی این اثبات کردن است برای هر یک انسان که انسان میتواند اگر بخواهد از همه چیز دست بکشد، از همه چیز دست بکشد، به خاطر الله از همه چیزهای حرام دوری جوید. اما اینکه ما نه من ضعیف هستم، من نمیتوانم، من بالای خود زور آمده نمیتوانم میگویم، در حالی که در این ماه مبارک رمضان ما خود به خود اثبات میکنیم که چقدر کارهایی هست که ما میتوانستیم نکنیم. چیزی دیگری هست که این رو در رمضان ما میتوانیم حس کنیم، این بودن الله و پیگیری الله را مدام در قلب خود جای کردن، که این رو در زبان عربی مراقبه هم میگویند، مراقبه رب یا مراقبه پروردگار. یک انسانی کاملا بزرگ، در کودکا که این چیز تقریبا مشاهده نمی شود، در انسان های بزرگ در تک و تنهایی هم کسی که روزه دار است چیزی را به دهان نمی برد، چیزی نمی نوشد، در حالی که می داند که کسی او را ندیده ایستاده است. او می گوید پروردگار من را دیده ایستاده است، من نمی خورم، من نمی نوشم، من به گناه دست نمی زنم اگرچه کسی ما را نبیند هم. یعنی در تنهایی در رمضان اینقدر ما پیگیری پروردگار را، بینایی و شنوایی و هر دم مایان را، مراقبت کردن الله را در خود جای میکنیم که حتی تک و تنها باشیم هم به خوردن و به نوشیدن دست نمیزنیم. تصور کنید انسان اگر غیر از رمضان هم این گونه زندگی کند، ما تمام عمر همین حسیات رو داشته باشیم، نه نمیکنم چون پروردگار مرا دیده ایستاده است، نمیدانم چون بالای سر خود یک پیگیر کننده مراقبه دارم مثل پروردگار. اگر این حسیات یا گفتیم
این گونه در قلب خود جای کردن، اینکه پروردگار هر لحظه تو رو مراقبت میکند از پی تو هست، چگونه که در رمضان ما همیشه در خود جای کرده ایم در غیر رمضان هم جای کنیم، ببینید که انسان به فرشته مانند می شود. و یگان چیز برای چی میگویم در تنهایی؟ برای اون که امروزها علل خصوص بعد از پیدا شدن دیگر تلفن و اینترنت، اکثریت گناه های پنهانی هستند. پیشتر آشکارا مردم گناه میکردند، اما در پنهانی اینقدر گناه های پنهانی برایشان آسان نبود. اما امروز که دیگر شبهای تار ساعت 2 شب و 3 شب میبینید یک جوان دیگر در تلفن به چه کارها مشغول است، یک دخترکی که روزانه میبینید گمان میکنید پر از خاکساری و فروتنی و خداترسی در او جای دارد، اما نصفه های شب به کدام سایت ها داخل می شود، با که ها صحبت می کند، به چه کارها مشغول است. یعنی گناه های پنهانی با آمدن اینترنت در انسان ها دارد روز از روز می افزاید که هلاک انسان، نابودی انسان این است که در پنهانی تماما از پروردگارش نترسیده دست به گناه زند. و اینجا مسئله این که مویان در رمضان در مسئله خوردن و نوشیدن همیشه میگویم نه، پروردگار دارد ما را میبیند، نباید ما به گناه دست بزنیم. تصور کنید تمام حیات ما در رمضان هم در غیر رمضان هم اگر این چنین باشد، میگویم نه، پروردگار مرا دیده ایستاده است، 2 شب است، 3 شب است، همه خواب هستند، در دست من تلفن است، اما بالای من مراقب است که پروردگار است، او مرا دیده ایستاده است. یکی میبیند میگوید چی کار کرده ایستاده ای، جزایم را میدهد. یعنی این گونه همیشه پروردگار رو در از پی ما بودنش، یعنی یگان لحظه ما رو به حالت خودمان نگذاشتن و از ما بیخبر نبودنش رو انسان اگر درک کرد و در زندگی خودش اینطور زندگی کرد، ببینید که یک انسان علاوه خصوص جوان ها نه آشکارا نه پنهانا و یگان گناه دست نمیزنند. مسئله دیگر اینجا شاید 3مین درس وجدانی و اخلاقی از رمضان باشد که این مسئله تحکم یا مدیریت بالای نفس خود، خواسته های خود است. ما میدونیم که انسان اساساً 2 خواسته دارد، یکی خواسته های شهوانی، یکی خواسته های نفس برای خوردن. انسان ها زیادی گناهی میکردهشان هم یا به خاطر خوردن و نوشیدن است یا به خاطر دیگر رذایلی که از جهت شهوت به خود از زوری کردن نمیتوانند، حاکمیت کردن نمیتوانند. در رمضان تمام مسلمان هایی که روزه میگیرند بالای این 2 شهوت خود، بالای این 2 بزرگترین دشمن خود، بالای خوردن و بالای رذایل شهوانی یا گفتیم خواسته های شهوانی خود حاکمیت میکنند. نه میخورند، نه مینوشند، نه همبستری میکنند در مدت روزه‌داری و خوب هم به نفس خود تحکم میکنند. اگر در غیر رمضان یک اشاره کوچک از معده ما آمد که تو گرسنه هستی یا تشنه هستی، همان ما دویده رفته خوراک میخوریم، همان دویده رفته مینوشیم یا اینکه و دیگر عملهای مباح دست میزنیم. ببینید در رمضان میلیون بار معده شما به ما خبر میدهد یا معده ما به ما خبر میدهد که من گرسنه هستم، من تشنه هستم، من دارم هلاک میشم، باید بخوری. اما میگم نه، اینجا امر پروردگار است، من تا شام باید صبر کنم که تو هم صبر کنی. و این چنین در مسئله های شهوت هم انسان تمام روز به خود حاکمیت دارد که این چیز حرام است، من روزه‌دار هستم. ببینید چقدر اراده انسان قوی می شود، یعنی چقدر ما بالای نفس خود که اساسا انسان را نابود کننده اش این نفس اماره بالسو هست که ما را به چیزهای بد امر میکند و ما گاهی از پی نفس میشویم یا نفس بالای ما غلبه میکند. لیکن وجدان ما، ایمان ما، اراده یا خواسته های قوی ما که ما پیوسته به فرموده پروردگار هستیم، هرگز اجازه نمیدیم که نفس ما بالای ما تحکم کند. یعنی ما میتوانیم در رمضان هزارها بار معده‌مان بگوید که میخواهم بخورم، بگویم نه صبر میکنی. هزارها بار خواسته های دیگری ما میگوید که من میخواهم، شما میگید نه صبر میکنی. تا شام مایان باید صبر کنیم. اگر
انسان تمام عمر همین گونه بالای نفس خود تحکم کرده تواند، یا گفتیم مدیریت کرده تواند، فرمان دهی یا گفتیم نفس خود را فرمان روای خود کرده تواند، دیگر انسان چقدر از مشکلی های حیات خلاص می شود. انسان هایی که به یک برده نان خشک صبر می کنند برای خوردن به کسی دست به گریبان نمی شوند. انسان هایی که می توانند بالای شهوت خود غالب آیند برای حرام دست نمی زنند. انسان هایی که می توانند بالای معده خود حاکمیت کنند، آنها هرگز برای این خوراک و آن خوراک با کسی جنگی نمی شوند. یعنی مدیریت بالای نفس خود و نفس خود را توانستن که او فرمان روای شما شود، یا گفتیم از گردن نفس خود گرفتن که هرچی که الله میخواهد که من آن را میکنم تو اطاعتم میکنی، ببینید که انسان را به کدام درجه میبرد. برای همین هم این ماهی باز شدن درهای جنت است که انسان ها اساسا با عملهای اهل جنت مشغول میشوند. یعنی کارهای ثواب در این ماه خیلی زیاد است. پس یکی از بزرگترین درس هایی که در رمضان ما میگیریم عزیزان این است که ما میتوانیم سردار نفس خود باشیم. ما میتوانیم نفس خود را فرمان روای خود کنیم. ما میتوانیم به معده خود فرمان دهیم که هر وقتی که میخواهی نمیخوری. ما میتوانیم به شهوت خود و خواسته های خود فرمان دهیم که هر چی تو میخواهی این نمیشود، هر چی تو میخواهی آن نمیشود، هر چی من میخواهم آن میشود. این رو میگویم مقاومت روح با نفس. شاید چون انسان از روح و از جسم همیشه عبارت است و هرچی روح تقویت یافت، روح انسان، این رو معنویات هم میگیم، معنویات انسان قوی یافت، جسم او در برابر او فرمان روا شدن میگیرد و جسم به گناه ها دست نمیزند. یعنی انسان هایی که معنویاتشان بالا هست، بالای زبان خود تحکم کرده میتوانند، بالای معده خود، بالای دست پای خود، بالای نظر خود، حتی بالای گوش خود که هر چیزی که تو میخواهی نمیشنوی. ما میتوانیم گوش خود را هم حتی بالایش سیطرت کنیم. پس اون حاکمیتی که بالای نفس خود داریم در این رمضان، بالای معده و بالای خواسته های خود، در غیر رمضان هم باید انجام دهیم و ببینیم که از ما چی حاصل می شود. یک انسانی که می تواند به معده خود همیشه گوش ندهد، به خواسته های خود گوش ندهد، او می تواند با قوه اراده‌ای که البته بدون ایمان هرگز این گونه معنویات یا روحیه قوی یا اراده قوی درمان نمی شود، این گونه روحیه رو داشته باشد. ببینید در غیر رمضان هم از آن انسان چقدر یک انسانی آرام، چقدر یک انسانی که به خاطر یک خوراک ناچیز که او می تواند بدون آن هم زندگی کند، می تواند صبر کند و با دیگران دست به گریبان نشود. چیزی دیگر در این ماه چگونه که تحکم کردن یا گفتیم حاکمیت کردن و مدیریت کردن بالای معده خود، بالای شهوت خود، خواسته های خود باشد، مدیریت کردن بالای غضب خود و زبان خود هست. در ما حدیث در بخاری مسلم از پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصغب فإن سابه احد او قاتله فلیقل اینی امرئ صائم. وقتی یکی از شما روزدار هستید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی یکی از شما روزدار هستید، اینقدر بیهودگویی نکنید، اینقدر گپ هایی که به جنگ و تلاش میبرد، گفتیم گپ های قبیح، حقارت، دشنام، تحقیر، هر چیزی که شما میگویید و طرف مقابل اون رو شنیده بر جنگ آماده میشود، همراهی تو نزاع و کشمکشی میکند، اینها رو نکنید. یعنی از بیهودگویی گپایی که عموما فایده ندارد برای شما و این چونین از گپهای قبیحی که شما میگویید و غضبی دیگر یک و یک باره شلور می شود و با شما می جنگد، این گونه گپها رو نگویید. در وقت رمضان خودتان را بیدارید. یعنی در دوامش میگن اگر کسی شما را دشنام کرد یا همراه شما جنگ جال کردنی شد، بگویید اینی امرئ صائم، من روزدار هستم، الان وقتی جنگ و جدال نه، من روزدار هستم. ببینید در غیر رمضان و جزاء سیئة سیئة مثلها، جزای سیئه یا هر کسی که به تو دشمنی کرد
بالای تو بدگویی کرد، تو حق داری از او انتقام گیری. البته اینجا یک گروه احمقان هستند که جواب احمق سکوت است، اما یک گروه هستند که احمق نیستند. آنها گفتن باید به آنها پاسخ دهیم تا که ضعیف نباشیم، تا که بیچاره نباشیم. یعنی مسلمانی که همه را عفو میکند و ضعیف و ناتوان است. حکمت این است که به بعضی ها عفو و سکوت کرد، به بعضی ها البته درگیر شد تا که بداند که شما یک انسان ناچار و بیچاره نیستید. اما در همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن محض وقتی که شما روزه دار هستید اولا زبان خود رو کنترل کنید و هرچی به دهانتان آمد نگویید. دوما گپ‌هایی که باعث جنگ و جنجال می شود اون رو به زبان نآورید. سوما کسی میخواد با شما جنگی شد که این گونه انسان ها همیشه هستن، یعنی جانشون به خودشون نمیخونجد که آرامی ساده میخوان با کسی همیشه درگیر باشن، با کسی در جنگ و جنجال باشن. وقتی کسی این گونه کارها رو میخواد یا جنگ و جنجال رو میخواد با شما شروع بکند، با او شما هم شروع نکنید. نه، بگوید اینی امرئ صائم، من روزه‌دار هستم. یعنی وقتی من روزه‌دار هستم من باید آرام باشم، من باید جنگ و جنجال نکنم، من باید کارهایی که به جنگ و نظام میبرد از آن دست بکشم. و در یک ماه انسانی که یک ماه با همین حدیث عمل کرد، در طول ماه رمضان که روزه‌دار هست همیشه گفت من هرگز به خاطر جنگ و جنجال کردن یا غضب کسی رو شورانیدن چیزی نمیگویم. من روزه‌دار هستم، من باید زبان خود را به دست گیرم یا گفتیم کنترل کنم. و این چنین کسی با من جنگی شد میگم من روزه‌دار هستم، هنوز وقتش نیست یا الان وقتش نیست. ببینید اون انسان چقدر آرامش رو صاحب می شود و انسان چقدر به خود باور می کند که یک ماه توانستم زبانم رو بدارم، یک ماه توانستم برای غضب دیگران رو نشورانیدن خودم رو به دست گیرم، یک ماه توانستم با هر یک جنگره روبرو نشوم، با هر کسی که میخواست با من درگیر شود من به او بگویم من روزه‌دار هستم و من نمیخوام الان همراه تو وارد بحث و مناظره و جنگ شوم. بعد از این هم این انسان میتواند، یعنی این یک ماه حاصل درسی که یا گفتیم اصلاح نفسی که مایان به همین حدیث عمل کرده مصاحب شدیم، اگر تمام بقیه ماها به خاطر آوریم که آخر در رمضان توانستم با همین انسان جنگی نشوم، در رمضان توانستم من چیزی که میگفتم و باعث جنگ و جنجال میشد نگفتم، چرا دیگر وقت نتوانم، چرا دیگر وقت خودم را از این گونه جنگ و جنجال یا گفتیم از زنجیرهای این گونه انسانهای بد اخلاق که آنها آرام نمیتوانند زندگی کنند خودم را خلاص کردم، چرا در غیر رمضان هم نکنم. یعنی این یک درسی هست که ماه توانستی 30 روز توانستی بالای زبان خود حاکمیت کنی، 30 روز توانستی اون چیزی که از نفس اماره‌ات یا گفتیم از داخل یا از وجدانی پلید بعضی انسان ها خارج می شود که الان وقتش هست این گپ رو بگو او هم بگوید تا جنگ و جنجال شود، تو توانستی یک ماه خودت را بداری. در غیر این هم می توانی، در غیر این هم. برای همین رمضان یا پندها و درس هایی که در رمضان ما اگر در حقیقت همان گونه که رمضان رو باید روزه گیریم که خیلی در برنامه پیشتر گفته بودیم رمضان فقط ماهی گرسنگی نیست، ماهی فقط زندان کردن معده نیست، بلکه ماهی زندان کردن زبان و گوش و چشم و دیگر جوارح یا دست و پا هست. اگر این گونه در دیگر ماه‌ها هم مثل رمضان ما زندگی کردیم، ببینید چقدر آرامش برای خود، برای نزدیکان خود، برای اطرافیان جامعه میبخشیم. چقدر یک انسانی ساکن، چقدر یک انسانی آرام، چقدر یک انسانی که او همیشه خود را از جنگ و جنجال و درگیری ها دور می کند از ما حاصل می شود. مسئله دیگر یا گفتیم درس دیگری که در رمضان انسان می تواند صاحب شود یا اصلاح دیگری قلبی و وجدانی که ما می توانیم به دست آوریم، این قبول کردن ضعفی و ناتوانی خود است. ببینید اینجا انسان هایی که فقط میگویند رمضان ماهی گرسنگی هست، از بیگاه تا شام نمیخورم نمی نوشم، دیگر چیکار میخواهم میکنم، از آنها چیزی انتظار نشوید.
رمضان و غیر رمضان ها با آنها هیچ فرق ندارد، چگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند چه بسا روزدارانی هستند که به جز گرسنگی از روزه آنها دیگر هیچ چیزی به دست نمی آید، چه بسا نمازگزارانی هستند که به جز راست شدن و خم شدن دیگر از روزه از نماز آنها هیچ فایده ای ندارد. اینها این گونه هستند. اما نفرانی که میگویند نه، من روزه را میگیرم همچون طرز پروردگار و همچون برای تربیت و برای پاک ساختن نفس و وجدان خود، وقتی که انسان در زندگی معمولی غیر از رمضان خیلی دیده می شود تکبری بعضی انسان ها رو، علل خصوص نفرانی که الکی صاحب دارایی یا بایگری هستند، کم می بینید انسانی که ثروتمند است و خاکسار است، ثروتمند هست و به ضعیفی خود اعتراف میکند، به بیچارگی خود اعتراف میکند، به بنده بودن خود اعتراف میکند و اعتراف میکند که مال و ثروت او برابر یک بیماری که یکی می شده میموند هیچ چیز است و او یک انسان ضعیف است و هرچی دارد و ندارد هم در نزد پروردگار خیلی و خیلی کوچک و ناچیز و ناتوان است. یعنی این را در انسان‌های ثروتمند کم دیده می شود. برای همین می بینید که اکثریت ثروتمندها، نه همشان، اکثریت البته، ثروتمندهایی هستند که در صحبتشان زیاد تحقیر میکنن انسان‌های کم بغل را که از بی ارزگیت، از اینکه از عهده نابرا هستی به همین روز دچار شدی. یک انسان قمبغل رو یا گفتیم قرضدار رو هم تحقیرش میکنن که از بی عقلیت تو اینقدر قمبغل و بیچاره هستی. یک انسان بیمار رو هم که عیب در خودت هست که تو بیمار هستی. یعنی تحقیر و تکبر و خود رو خیلی بالا دانستن در ثروتمندها دیده می شود و این چونین آن چیزی که دارن حاصلی دستی من است. این من با خواندن خود، با کارهای شبانه روز خود که زیاد حرکت کردم، این همه مال و ثروت رو دارا شدم، گویا که فراموش میکنن که این پروردگار است که به کسی خواهد میدهد، از کسی خواهد میگیرد. اما در رمضان وقتی روزدار هستی، وقتی میبینی که اگر تو در یک روز یک پیاله آب ننوشیدی و یک برده نان نخوردی، دیگر اگر روزه تقریبا 16-15 ساعت باشد، نزدیکی شام تو مداری گپ زدن نداری، تو حتی بر راه روی نمیتوانی درست راه روی، یعنی مداری راه روی رو نداری و این چونین اینقدر بیچاره هستی که تو یک روز اگر نخوردی و ننوشیدی به چه احوال گرفتار میشوی و این درک میدهد که تو انسان هستی، تو مخلوق هستی، تو یک بیچاره و ناتوان هستی، تو در برابر یک پیاله آب یا یک برده نان هیچ هستی که اگر همون رو نخوردی دیگر جسم تو رو اطاعت نمی کند. نه زبانت درست، نه چشمت درست، نه دست و پای تو درست از تو اطاعتت می کند. پس بیچارگی خود رو باید قبول کنی. نباید اینقدر متکبر باشی، نباید اینقدر گویا که من همه کارو کرده میتوانم، من از عهده همه چیز میبرارم، کافی هست که اراده باشد انسان همه کارو میتواند، یا بعضی‌ها انسان کوه را میتواند چپگردان کند برای آنکه انسان خیلی قوی هست و ببینید انسان چیکار میکنه. نه، انسان خیلی بیچاره است، انسان خیلی ضعیف است. انسان از صبح تا شام اگر نخورد و ننوشید شاید یک روز، دوم روز، سوم روز دیگر هلاک میشود و باید انسان این را قبول کند. و انتم فقراء الی الله، این گفته الله هست، شما بیچاره هستید در نزد پروردگار، شما محتاج هستید. از خود نروید، متکبری نکنید، نگویید که من این هستم و من آن هستم. نه، به خاطر آورید که شما یک روز نخوردید چه احوال میشوید. یعنی روزه برای ما درس میدهد و وادار میسازد که ای انسان ببین که از صبح تا شام اگر نخوردی چه احوال میشوی. پس اینقدر تکبری چرا؟ اینقدر از خود رفتن چرا؟ اینقدر جبروت و کبریا که من میتوانم و من این هستم و من آن هستم چرا؟ وقتی در برابر یک پیاله آب که اگر نخوردی به چه احوال دچار میشوی. و البته درس دیگری هست، درس حس کردن درد کمبغلان و این چونین در دوام سال در یادی آنها بودن و به آنها کمک کردن، که در برنامه‌های دیگر که وقتی درباره صدقه فطر صحبت میکنیم که طعمة للمساکین هست و گفتی پیامبر صلی الله علیه و سلم که خوراک برای بیچاره ها هست، انشالله در این باره با صحبت میکنیم. تا برنامه‌های دیگری رمضانی در پناه الله یگانه باشه. در وقت افطار که وقت اجابت دعا هست، در حق همدیگر دعا کردن.
علل خصوص در حق مردم تاجیکستان، مردم مسلمان تاجیکستان دعا کردن را که پروردگار برکات زمین و آسمان و آرامش اصلی قلبی و ایمان کامل را برای یکایک مایان نصیب کند فراموش نکنید. تا برنامه‌های دیگر در پناه الله یگانه باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.